حکومت شویبر ساله به قول این دوستان، حکومت ریستارتیا یک دشمن معرفی کرده به نام ترکیه. پس یاد باشه اپوزیسیون ریستارت تنها اپوزیسیونیه که چی مردم رو نمیماله، مثل رضا پهلوی این بزغاله ها نیستیم. ما سیاست خارجیمون رو 10 سال پیش نوشتیم، 5 سال پیش رسما اعلام کردیم. اینا هنوز منتظرن همسایه ها یعنی مردم یاری کنن، اینا شوهرداری کنن، تازه میخوان به حکومت برسن. ما حکومت دیدیم، سیاست خارجیمون رو چیدیم. پس ما الان دعوامون با ترکیه است که قراره که تا 15 سال آینده خودش رو مرکز اسلام بدونه، یه حمله نظامی به عربستان بکنه و ترتیب تیم عربستانی‌ها رو بده و دشمن ما ترکیه است. ما اصلا با اینا درگیر نیستیم. پس وارد این بازی نکنید. به دنبال تجزیه ایران باشه هر کشوری من خارمادرش سرویس میکنم. ختم کلام فکر کنم توضیح دادم.